شاید سنتی پیغمبر ما زنده نمیکنیم. جوانان رو خدا هدایت کرده. اینها قرآن رو دوست میدارن. موسی فیضای محترم شما چیزون رو از بالای نابا حکومت شکست. حکومت چا میکند؟ حکومت با خلق حکومت است. آی قرآن خواندن سیاست دولت خیانت نمیشود. قرآن در نماز تراویح خواندن حکومت ویران نمیکند، بلکه قرآن رحمت خدا هست، برکات خدا هست، در محلتان برکات نازل میشود. من از قرآن دور شده، آبا ما کاخ شده ایستاده است. از قرآن دور شده، باران کاخ شده ایستاده است. از قرآن دور فساد اخلاقی زایده است. میخواهی که جامعه ما رنگ اروپا شود؟ اروپا که شد نفت داده که همون طوفانی اروپا اینجا هم هلاک میکند. این خط سنتی پیغمبر خدا در تمام کتاب‌های فقهی مختصرخانه میدونن که وسن الختم مرة ولا یترک لکسل القوم. سنت ماهی مبارک رمضان یکی قرآن خواندن است از اول تا آخر در نماز تراویح. اگر ما بازم مردم بعضی ها نخواهند برای خاطر این نمیخواستگی ها ما فرض نمیکنیم سنت روان خانده هاشم مطمئن که نمیخوانده بخوانده. اما شما جوانو تراویح با ختم کنید. مسلم ازای محترم پاتم در مثل شیشتگی خانه ضرر بداره. شما باید دیگه از این جانب دیگه خودان تبلیغ بده، خودان جوانان رو وادار کنه که به چپ کاری بیاد. ما هم در وقت پیری این گوشی گناهکار شما که 70 سال فقط پروپاگاندی لنینی دروغ شنیده بود، فقط کنسرت و سخنهای بیهوده. شاید در این گوش شما قرآن داره داخل. اگر این گوشا در شهادت ده که خدای الله قرآن شنیده، ما کلام سر شنیده، در بهترین حالت در نماز شنیده، ولی فقط شاهدی مثل اعضاهاتا و خیلی اختفای شدون دینمونی از جوان گفتی با این سال با ما کاری آوردن. بعض اهل محله من در بالا کگبه نوشتن که مسجد ما کگبه چا میدونن بخواد که از قرآن که میکردن به ازا همون هم مسلمان است، همون هم دعوا شدن که فقط با جنازه میکنم کگبه شد. خدا موسی بدای محترم از خدا ترسه، از خدا ترسه، ما جای ترس نداره. انشاءالله آینده به این جوانا هست، این مسجد ها از آنی جوانا هست، حکومت هم از آنی جوانا هست. خدا نگهتان داره بچه های عزیز. مسجد ها به نمازاتان مکتب خانه کار کنه، فضل مازراتان حرمت کنه، موسفیدا رو حرمت کنه. اما وقتای بیکاری به مسجد نمازاتان خانه. رسول اکرم گفتن من دوست خداهم، جوان پاکیزم دوست خدا. از عرق نوشی و از زناگاری و از گیرانی کشی و نشه کشی خدا تان نگه داره. از دزدی و فریبگری خودتانونه. یک جوان شده که افتخاری محلتان شده، افتخاری جامعه شده، افتخاری فضل عبادتان شده. خدا همتون نگه داره. مادر عزیز ما